ما در خدمت آقای دکتر محسن فیروز هاشمی هستیم. آقای دکتر دارای مدرک برد پیوند موی طبیعی از آمریکا هستند و در ارتباط با پیوند مو می‌خوایم صحبت کنیم. توضیح دادن در ابتدای دکتر که فازهای مختلف رشد مو چی هست و خیلی کلی اگر بخوایم اشاره کنیم به دلایل مختلفی که باعث ریزش مو میشن و شایع ترین دلیل به چه مواردی اشاره می‌فرمایید؟ شایع ترین دلیل که ژن تاسیه که اون چیزی که خدا نوشته واقعا روی ژنتیک فرد، اون اتفاق روی سر متاسفانه بدون درمان قطعی که بتونیم جلوش رو بگیریم ریزش رو اتفاق میفته و پیش میره. در ژن تاسیه به این فرمی هم هست که فرد حتما دقیقاً ژن شبیه به یک نفر در اقوام بالاتر نسل بالاتر رو پیدا میکنه که حالا امکان داره این ژن به سطح مغلوب و باقی بمونه، تو دو سه نسل هم حتی خودش نشون نده، ولی وقتی روی فرد این ژن به اصطلاح اثر میکنه و توی ژنتیکش هست قرار میگیره، به صورت غالب اون تصویر رو دقیقاً پیدا میکنه. که بزرگترین به اصطلاح هنر پزشک که توی این زمینه کار میکنه اینه که این ژن تاثیر رو دقیقاً فرمش رو و به اصطلاح تصویرش رو تشخیص بده. از این فرم ژنتیکیش که خارج بشیم، انواع و اقسام عللی که مشکلات پوست رو ایجاد میکنه میتونه مو رو هم درگیر کنه. من خدمت شما عرض کنم آقای دکتر که داخل پوست قوی ترین ارگانل داخل پوست موه. یعنی پوست باید خیلی تخریب بشه تا مو به اصطلاح دیگه در نیاد تو منطقه. معمولا بیماری‌های خفیف پوستی که اصطلاحاً به اصطلاح اسکار در منطقه ایجاد نمی‌کنه باعث ریزش دائمی مو نمیشن. مثلا بیماری‌های مثل آلوپشیای آراتا یا آلوپشیای سکه‌ای که اصطلاحاً موها میریزه، ریزش موی سکه‌ای یکی از اون چیزایی که خیلی خیلی نگرانی برای بیماران ایجاد میکنه، ولی خوشبختانه بالای 99% موارد بعد از 6 ماه تا 1 سال تو منطقه مو در میاد، مگه اینکه بیماری خیلی پیشرفته باشه و فروکش نکنه و به اصطلاح تمام سر رو بگیره و ابرو رو بعضی موقع میگیره، یونیورسالیسم میشه، کل بدن رو میگیره. یا علل دیگه ای که بیماریایی که باعث میشن که پوست رو به صورت کامل تخریب میکنن، مثل بیماری لیکن پلان، بیماری لوپوس و خیلی بیماریهای دیگه که اینجا فرصتش نیست راجع بهش صحبت کنیم، که اینا وقتی پوست تخریب میشه مو به صورت دائمی از بین میره. یه سری از بیماریهای دیگه هم که در کل بدن، مثل اختلالاتی مثل کمبود زینک، مثل کمبود آهن، مثل اختلالات هورمونی، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، کمخونی ها و یا اختلالات هورمونی دیگه مثل تخمدان‌های پولیکیستیک تو خانم‌ها مخصوصا، اینا عللای مختلف هستن که به صورت یک علامتش اینه که موها تو منطقه به صورت نازک میشه و ریزش پیدا میکنه که معمولا بعد از درمان درصد زیادی از این موها قابل به اصطلاح بازگشت هستش. ما کلا بخوایم بگیم مو، اصلا کلا مو و پوست یه آینه ای از بدن هستش. من با تو پزشکی میگن که اگر اختلالی توی قسمت‌های مختلف بدن ایجاد میشه، یکی از عوارضش رو روی به اصطلاح مو و پوست خودش نشون میده که حالا علل خیلی متفاوت و بیشتر از این نیست. حالا راه حل هاش چی هست؟ یعنی یه نفر به خاطر هر کدوم از این عللی که راجعش توضیح دادیم که شایع‌ترین اونها هم علل هورمونی ژنتیکی هست، موهاشو از دست میده و چه راه حل هایی براش وجود داره؟ ببینید، اگر علل تاسی، علل مثلا شایع‌ترینش که ما صحبت کنیم ژنتیکی اتفاق میفته توی مراحل اولیه که مو تراکم کم میشه و مو نازک میشه، یه سری درمان‌های متفاوتی روی منطقه میتونه صورت بگیره که رشد تاسی رو کم کنه. درست. و رشد ریزش مو، رشد پیشرفتش رو کم کنه. ما به هیچ وجه نمیتونیم متوقف کنیم. این اول من خدمت بیماران بگم. خیلی از بیماران میان مراجعه میکنن، میگن آقای دکتر شما میخواید به من ماینوکسید بدی مثلا با فناستراید، خب من اینو خوردم ولی موهام بهتر نشده. درست. توی کتاب مینویسه بیماری که بتونه 1 سال ماینوکسید بزنه، فناستراید بخوره و بعد از 1 سال موش مثل سال قبل باشه، بسیار دارو روش موثر بوده. قرار نیست که شما دارو کمتر میشه. بله، اصلا شما سیر رو فقط کند میکنی، نمیتونی متوقف کنی اگه ژن تاسی وجود داره. ولی این که شما بیایید بگی خب من حالا ژن تاسی رو دارم پس ولش کن، بذار زود تاس بشم پس برم پیوند مو جایگزین کنم، اینم کار درستی نیست. باید ما درمان ها رو تا اونجا که میتونن به اصطلاح درست و اصولی انجام بدن
چرا؟ چون خود پیوند مو هم خیلی از موارد درمان کافی و مناسبی نمیتونه باشه که حالا راجبش تو قسمت پیوند مو بیشتر صحبت می‌کنیم. اصلا یه سوالی، درمان قطعی وجود داره برای درمان قطعی فقط پیوند موه، یعنی موی منطقه‌ای که موهایی رو که ژن تاسی نداره بیاریم تو منطقه جایگزین کنیم. ولی تو خیلی از موارد انقدر سطح تاسی وسیعه که اون مو کفایت نمیکنه، یعنی شخص موی مناسبی نداره که به جایگزین کنه. اون موقع شاید پشیمون بشه که چرا اون موقعی که موهای خودش رو داشت از موهای خودش خوب مراقبت نکرد، که مثلا تو سن 32 سالگی با موهای خودش باشه، مجبور شد تو 27 سالگی باید پیوند مو انجام بده. بنابراین این کارهای درمانی تمام کند کننده سیر به اصطلاح تاسی هستن. درسته. حالا آقای دکتر میخوایم بپردازیم اختصاصاً به روش‌های پیوند مو یا کاشت مو. بله. در حال حاضر چند نوع روش در دنیا و در کشور خودمون انجام میشه و تفاوت اینها چی هست؟ چه فرقی با هم داره؟ ببینید پیوند مو به صورت خیلی ساده به شما بگم، یعنی به هم زدن تراکم موی سر. یعنی توی پیوند مو گفتم 100,000 تا مو روی ناحیه سر شخص وجود داره. یه قسمتی از موهایی که معمولا موهای بالای گوش و پشت سر است بهش میگن دونور ایریا یا ناحیه دهنده، یا اصطلاحی که تو ایران هست بانک مو. ما از موهای این منطقه موی اضافهش رو برداشت میکنیم، میایم روی منطقه‌ای که مورد نیازه پیوند میکنیم، تراکم موی سر رو به هم میزنیم. حالا اینکه این روشی که موها رو جابجا میکنیم، نکته جالب اینه که توی ایران همه چی تعریف بر اساس اینه که با چه روشی مو رو برداشت میکنید، در حالی که واقعا توی دنیا دیگه این خیلی سوال اول اصلا نیستش. روش پیوند خیلی مهمه که به چه روشی میکارید، چه جوری میکارید و چه جوری طبیعی در میاد. حالا روش های برداشتی که هستش، 3 روش شما میتونید برداشت انجام بدید. یکی به صورت دونه دونه برداشت میکنید واحدهای موری که خدمت شما عرض کردم که اصطلاحا میگن فولیکولار یونیت اکستراکشن یا FIT فولیکولار ایزولیشن ترانسپلانتیشن، که اصطلاحا میگن FIT که توی ایران به این مرسومه، ولی خب اصطلاح درستش فولیکولار یونیت اکستراکشن یا FUE هست. یه روش دیگه هست که میایم ما یه فلپ یا یه استریپی رو، استریپ نواری شکلی رو شامل پوست و مو رو در میاریم، بقیه پوست رو حفظ میکنیم و اونو میبریم زیر میکروسکوپ، اینا دایسکت میکنیم، واحدهای مو رو جدا میکنیم و روی سر پیوند میکنیم که بهش میگن FUT. روش دیگه هم هست که کامبینیشنه که این دو تا روش رو با هم ترکیب میکنن، که معمولا اگه بخواد اصولی انجام بشه تو 2 روز متوالی پشت سر هم، یک روز میان FIT میکنن یا FUE میکنن، موها رو برمیدارن، یه روز هم میان FUT میکنن، یه تیکه به اصطلاح از قسمت پشت سر برداشت میکنن و اینا رو با 2 تا روش رو با هم ترکیب میکنن برای مواردی که میخوایم تعداد گرفته زیادی رو توی زمان کم بکاریم. خب این روش ها هر کدوم یه حسنی دارن، یه بدی دارن. حسن روش FUT یا نواری برداشتن اینه که درش اگه به صورت اصولی درست انجام بشه، تیم ورک خوبی انجام بشه، مو میره زیر میکروسکوپ خورد میشه، اصطلاحاً ویست یا پرت مو صورت نمیگیره و اگر درست هم لبه به اصطلاح برش بریده بشه و آسیب کمی بخوره، حد اکثر 1 تا 2% مو موقع برداشتن تخریب میشه و 98% مو سالم تو منطقه پیوند میشه. بله، و اون تعداد باقی مونده مقدار خیلی زیادی توی بانک مو باقی میمونه که اگه بخواد مرحله بعدی کاشت انجام بده بتونه ازش استفاده کنه و تصویر خوبی رو از نظر حجم مو کنار مو داشته باشه. توی روش FUT فقط مشکلی که هست، خیلی‌ها با مشکل برش دادن و پشت سر مشکل دارن که میگم اگه اونم حرفه‌ای و درست انجام بشه و اکثر موارد حتی جای محل میتونه به صورت اینویزیبل اسکار بشه، یعنی اسکاری که غیر قابل دید باشه. ولی تو روش FUE یا فولیکولار یونیت اکستراکشن روشیه که درش به صورت بلایند ما میریم از روی پوست دور به اصطلاح واحد رو آزاد میکنیم با وسایل خاصی و اینا رو خارج میکنیم، میاریم رو منطقه میکاریم. بزرگترین مشکلی که هست فقط تو این روش اینه که بستگی به ضخامت پوست، به الاستیسیته پوست و نوع مو، که بعضی موهای نازک، بعضی موهای مثلا فرد، موهایی که به اصطلاح زیاد مجعد هستن، اینا امکان آسیب خوردن به ریشه‌های مو درش بالاتره و امکان داره از 5% تا 25 تا 30% تخریب صورت بگیره موقع برداشتن مو. که برای اینکه از این مطلب جلوگیری بشه تو همه مراکز معتبر دنیا، اولا که ما مراکزی نداریم به اون صورت که بخوایم بگیم صرفاً FUE بکنن، اصلا هم چیزی تقریبا تعریف نشده است. چرا؟ چون که اصلا وقتی میاد مریض داخل کلینیک میخواد اقدام بشه، اول باید یه تستی به نام فاکس تست انجام میشه، 100 واحد دراش FUE انجام میشه. از این 100 واحد اگه ببینن 15 تا 20% بیشتر تخریب داره متوقفش میکنن، میگن ذاتاً این به اصطلاح نوع پوست، نوع مو برای این کار مناسب نیستش.
اگر درصد تخریب کم باشه که باشه براش FUT برای کسی که از این تست سربلند بیرون نمیاد یعنی FUT هم براش انجام نمیدن؟ نه دیگه میرن FUT میکنن. FUT چون زیر میکروسکوپ مشکل نمیکنه. اگر توی اون روش فقط مشکل همینه، مشکل اینه که مشکل بزرگ اینه که اگر باید یه درصدی از مو رو شخص حساب کنه که امکان داره از دست بده. حالا یه بیماری هست که از نظر بانک موی خوبی داره و منطقه تاسیش هم محدوده و مشکلی هم در آینده ژنتاسی پیشرفته‌ای نخواهد داشت. همه اینا رو در کنار هم مثل یه پازل باید پزشک بچینه و تصمیم بگیره. توی این فرد میتونه که بیاد از روش FIT استفاده کنه، ولی تو کسایی که ژن‌های تاسی مسیو دارن یعنی خیلی وسیع میخوان مو رو از دست بدن، بهتره که ترجیحاً تو تمام مراکز معتبر دنیا FUT روش بسیار خوب. میریم یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، مخصوصا راجع به اون قسمتی که گفتم تبلیغات، و میخوام ببینیم که این تبلیغاتی که انجام میشه در ارتباط با کاشت مو کدام یک درست و کدام یک غلط.